تو ملکی اهل عرفانی دوشنبه، مکانی عشق و ارمانی دوشنبه. تو ملکی اهل عرفانی دوشنبه، مکانی عشق و ارمانی دوشنبه. شبانگه نور می بارد زی رویت، دیاری ماهی تابانی دوشنبه، دیاری ماهی تابانی دوشنبه. کنارت یافتم آرامشی دل، محبت خانه دوشنبه. برایم بهتر از شام و بخارا، عزیزی بهتر از جانی دوشنبه. برایم بهتر از شام و بخارا، عزیزی بهتر از جانم دوشنبه. دوشنبه دوشنبه، عزیزی بهتر از جانم دوشنبه. دوشنبه دوشنبه، تو ملکی اهلی فانی دوشنبه. کنارت ناز دارد سبزه و گل، بهاری و گلیستانی دوشنبه. خدایا کور کن چشمی بدان را، نبیند لحظه شانی دوشنبه. خدایا کور کن چشمی بدان را، نبیند لحظه شانی دوشنبه. دوشنبه دوشنبه، تو ملکی اهلی عرفانی دوشنبه. دوشنبه دوشنبه، مکانی عشق و ارمانی دوشنبه. با بختت شهردار شهریار است، جوانی با جوانانی دوشنبه. با بختت شهردار شهریار است، جوانی با جوانانی دوشنبه. با دنیا نامی تو بردی زبان است، تو قلبی تاجیکیستانی دوشنبه. با دنیا نامی تو بردی زبان است، تو قلبی تاجیکیستانی دوشنبه. دوشنبه دوشنبه، تو قلبی تاجیکیستانی دوشنبه. جوانی با جوانانی دوشنبه، تو ملکی اهلی فانی دوشنبه. درود عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و امروز با الکین اودینایف و همکارم فیروزی عزیز این برنامه را پیشنهاد شما خواهیم کرد. و فیروزی عزیز در برابر اونه که یک ژورنالیست موفق است، همچنین پنهانی شعر هم میگوید و ما همکاران دیرتر از این آگاهی یافتیم. امروز با یک ترانه جذاب برنامه ما آغاز گردید. این هم در وصف شهر زیبای ما، شهر
دیلارا شهر دوشنبه بود که با قلم همکارمون فیروزی عزیز تعلق دارد و ارکین اودینایف نیست خیلی زیبا برای ما این ترانه را اجرا کردن. واقعا امروز شهر دوشنبه خیلی زیبا است که وصف چقدر درباره‌اش بکنی، چقدر شعرهای زیاد بنویسی باز هم کم است و فکر میکنم که فیروزی عزیز در همین شهر زیبا به موفقیت‌های زیاد رسید. ماست در همین شهر شعرهای زیبای عاشقانه خود را ایجاد کرد و ارکین اودینایف نیز در همین شهر زیبا با قله‌های بلند ایجادی رسید، ترانه‌های زیاد ایجاد کرد، محض در قدم زدن با همین جاده ها و عموما تا چه اندازه زیبایی شهر، آرامی شهر الهام بخش است برای شما، تا چه اندازه انگیزه میبخشد؟ سلامت باشید. اولا منتظر هستم از ارکین اودینایف که ترانه رو انتخاب کرده و بسیار آهنگ زیبا آفریدن و از همین جوانانی که اینجا با تارهای اسباب‌های خویش ناخن زدن و این ترانه رو برای ما پیشنهاد کردن. من در یک شعر نوشتم که در بهاران گل بچیدیم، تیرماهان رنگ زرد برگ دیدیم، در زمستان برف بروبیم. شکر خاک و شکر آب این وطن، در کنارش زندگی یک رنگ نیست. کوچه های تنگ دارد، مردمش دلتنگ نیست. در فضایش چون کبوتر میزند بال، پرچم با نور اقبال. در واقع تاجیکستان ما یک وطنی هست که در 4 فصل سال که خداوند برای انسانیت تقدیم کرده رنگ‌های خاص دارد، جذابی خاص دارد، زیبایی خاص دارد و گمان میکنم چون کشور ما در روی عالم کم سرزمین‌هایی هستند که در هر فصل رنگ دیگر میکنند، دامن دیگر میکنند، جامه دیگر میکنند و دوشنبه یک نگین رو میماند در این وطن بسیار هم زیبا که پر از عشق است، پر از محبت است. همه ما هنگام دانشجویی چون به این شهر زیبا می آییم، یک صحیفه نو روزگار خود را باز میکنیم، به یک دنیای دیگر وارد میشویم و اینجا خواهیم نخواهیم یک روزگاری را از سر میگذرانیم و این روزگار چون یک خاطره بسیار هم زیبا و این شهر چقدر امکانات ها میدهد برای جوانان. و باور کنید همین ترانه که حاضر ارکی اودینایف سراییدن، من هم مثل شما و مثل بینندگان تلویزیون بار اول این ترانه را گوش کردم و بسیار خوشم آمد. در خالبی ها هم بله و در پرتو همین گپ ها گفتنی هم که همین شب وقتی که آمادگی میدیدم برای این برنامه یک شعر دیگری تولید شد در وسیع دوشنبه. اگر اجازه باشد این شعر رو برای بینندگان پیشنهاد میکنم. دوشنبه مسکن آزادگان است، دوشنبه زادگاه عارفان است. میان شهرهای روی عالم دوشنبه بهترین شهر زمان است. با دوستان باز نموده خانه دل، ز مکر دشمنانش در امان است. به خاکش روح مردان بزرگ است، ز ترسون زاده و لایق نشان است. ز گلزارش گلستان است پیدا، هوایش نکهت از بوستان است. کنارش سبززار است و پر از گل، که گویی باغ ایران این مکان است. هزاران قهرمان دارد این شهر، غرور میر آن چون داستان است. چو رستم نیست فرزند نکونام، برای تاجیکان او قهرمان است. دوشنبه خانه دل، خانه عشق، محبت خانه از عاشقان است. دوشنبه نیست سمرقند و بخارا، دوشنبه چون نگین در جهان است. همیشه دل کشد بر دامن آن، به عالم افتخار تاجیکان است. در واقع هر وقت ما دور از این شهر میشویم، بیرون از این شهر میشویم، همیشه دل کشال همین شهر زیبا میکند. عادت میکنیم به این شهر زیبا و چون در دامن این شهر زندگی میکنید، از باغ استاد عینی و باغ رودکی و باغ نوایی و جامی و دیگر باغ ها دیدن میکنید. در واقع یک گلستان و یک نکهت در برابر این مثلا ببینید که ما در زمانی استقلال در همین شهر دوشنبه تاریخ ساختیم و اونقدر باغ‌های زیبایی که امروز در شهر دوشنبه هستند به نام ابرمندان و بزرگان ملت هست که واقعا هر نفری که میآید وقتی که وارد باغ می شود البته با تاریخ نیز آشنا می شود. چون به همین وسیله به نسل جوان، به
خارجیان و آنهایی که به دوشنبه وارد میشن ما تاریخ ملت خود، گذشته ملت خود را بیان میسازیم با واسطه باغ‌های زیبا، با واسطه خیابان‌های زیبا، با واسطه معماری‌های زیبایی که امروز شهر دوشنبه دارد. واقعا شعر زیبا بود که وصف دوشنبه کردید. سلامت باشید. خب ارکین شما خوش آمدید به برنامه. ما از شهر دوشنبه گفتیم. خب شما نیز در این شهر زیبا خاطره های خیلی زیاد دارید و ما همین شهر است که برای تمام افراد خاصتا برای جوانان تمام امکانیت ها را میدهد تا استعداد خود، دانش خود، تا بینش خود را رونق بدهد و برای وطن خود کاری کرده باشد. بله، دوشنبه بسیار شهر زیبا است، بسیار شهر تاریخی است. فیروز جان بسیار چیز رو در اینجا برای کاغذ آوردن. بهترین غزل بود که به من معقول شد برای کاغذ هم باشد که الهام رو آورد ما پیشنهاد کردیم. تا جایی که میدونم خیلی سریع و خیلی زود همین مثلا شعر آهنگ موندید. فکرم اگر خطا نکنم یک چند ساعت پیش. بله. خب عجیب. و خیلی وقتی که یک شعر، یک متن برای یک آوازخوان پسند میآید دیگر برای آهنگش فکر میکنم فرصت زیاد لازم نیست. خودش متن آهنگ دارد، زود نمون قالب آهنگ در ذهن خودی هنرمند پیدا می شود. این آهنگ رو من راستیگر به 2 روز پیش خود به خود زمزمه میکردم. ولی اجراش در همین جا بود. بله، اجراش در همین جا بود فیروز جان. بهترین برنامه در همین جا تمرین کردید و در آغاز برنامه پیشنهاد نمودید. خسته نباشید. خب همکاری شما چگونه شد؟ چون میدونم که یک چند شعرهای فیروز رو نیز آهنگ بسته. همکاری ما از سال 2020 بود به فکر من. از 2020 انا تو حاضر. بسیار عجایب بود همکاری ما. میبخشید یک حالت بسیار عجایب بود. من یک شب نیمه شب بود یک چند دو بیت رو در وصف دوست نوشتم و در صفحه فیسبوکی خود موندم و همین تقریبا ساعت 1:30 یا 2 شب بود. من هنوز سر به بالی نمونده بودم که در همون صفحه من وای اومد پیامک که ارکین اودینایف اومد که دوستان اگر همین دیده بینید. بینم که همون سروده که چند دو بیتی که مثلا من چند ساعت پیش برفته بودم و یک آهنگ بسیار خوب سرایده رای کرده بودن و میدونید وقتی که هنرمند شعر رو به اونی که مثلا شاعر آگاهی دارد قبول میکند، هضم میکند و رو انتخاب میکند، این از همون یک دانش والاش، یک انتخاب والای او درک میدهد. و من درست گفت از همون لحظه شاید پیش از اون من ارکی اودینایف رو خوب میشناختم چون که ترانه‌های بسیار زیاد دارند و بسیار محبوب هم هستند میان شنوندگان و خصوصا بخشی که همون غزلیات زیادی رو اجرا میکنن برای من بسیار پسند است. لیکن تا همون هنگام ما خیلی دوستی نزدیک نداشتیم، نه طریق اینترنت نه طریق روبرو. پس از اون ما در بعضی معرکه ها با خوردیم، در بعضی مجلس ها با خوردیم و همین گونه دوستی ما بیشتر شد. خیرم مثلا برای شاعر نیست خیلی فرح بخش است وقتی که یک هنرمند بدون آگاهی با متن او آهنگ میبندد و اون رو یک بار مثلا میشنوی. فکر میکنم که از اون لذت خواهی برد. اون ترانه در بایگانی شما هست؟ بله. خب اجرا میکنید برای ما؟ اجرا میکنیم. خب عالی میشود و مرحمت بفرمایید. کس دنیا نماند باقی ای دوست، نغماند نماند شادی ای دوست. با کس دنیا نماند باقی ای دوست، نغماند نماند شادی ای دوست.
دوست چه سود از دوری و تنها نشینی نمیماند نماند ساقی ای دوست چه سود از دوری و تنها نشینی نمیماند نماند ساقی ای دوست دنیا نکند کرای غم خوردنی ما نه دوست بود قرین و نه دشمنی ما در زندگیمان اگر دل شاد نشد بگذار که شاد شود از مردنی ما در زندگی ما اگر دل شاد نشد بگذار که شاد شود از مردنی ما ای دوست ای دوست بکس دنیا نما ند باقی ای دوست ای دوست ای دوست نمیماند نماند ساقی ای دوست گویند که هر نفس غنیمت دانه از زندگی بهره به خود برداره از زنده دلان کسی به ما یار نشد یاران به مزار ما گلی ترمانه از زنده دلان کسی به ما یار نشد یاران به مزار ما گلی تر آره ای دوست ای دوست با کس دنیا نما ند باقی ای دوست ای دوست ای دوست نمیماند نماند ساقی ای دوست هر لحظه زندگی عجیب است ای دوست پایانی رهی عمر قریب است ای دوست هر لحظه زندگی عجیب است ای دوست
پایانی رهی عمر قریب است ای دوست از صحبتی هم بیا کمی آساییم دیداری دیگر به ما نصیب است ای دوست از صحبتی هم بیا کمی آساییم دیداری دیگر به ما نصیب است ای دوست ای دوست ای دوست دیداری دیگر به ما نصیب است ای دوست ای دوست ای دوست هر لحظه زندگی عجیب است ای دوست ای دوست ای دوست با کس دنیا نما ندباهی ای دوست به به آفرین. خسته نباشید. واقعا ارکین اودینایف از زمره آن هنرمندان است که به همین سبک سنتی پایدار است و همیشه تلاش میکند که همین سبک سنتی ملی ما را حفظ کند نگه دارد و حالا مثلا میبینیم که جوانان زیادی به همین سبک محض با تلاش های همین گونه هنرمندان مثلا پیروی میکنند. سلامت باشید. و علاقه فرزندان شما نیز به فکر میکنم علاقه در همین سبک و در همین رویه در برابر شما مثلا ترانه میخوانند. بله سرو اسپانی حرکت میکنن در جدی سنا. همین الهام ایجادی شما از ایجادیات سپهان سعید بود همین دم؟ بله بله استاد سپهان سعید یک هنرمند نوتکراری بود که باور کنید هر یک سبک و هر یک خواندن استاد ما یوقت فراموش نمیکند خواندن استاد سپهان سعید رو. بله. من نیز پیروی با استاد سپهان سعید دارم. از مکتب استاد سپهان سعید شما بهره بردید و بیشتر به فولکلور نیز مثلا توجه دارید به فولکلور ملی؟ در ژانر خلقی، بله، در ژانر لیریکا و در ژانر استرادی باشه پیروی با استاد سپهان سعید دارم. بله. خب تا چه اندازه از همین مکتب آموختید؟ تا چه اندازه همین مکتب برای شما مثلا راه را باز کرد؟ خطا نکنم از سال 1987 تا این جانب ثبت‌های استاد زنده‌یات سپهان سعید در دست من هست. هر باره که وای ترانه‌های وای آهنگ‌های استاد مثال گوش میکنید حلوان میبرید باز یک الهام دیگر به ما باز یک آهنگ در ذهن پیدا میشه. واقعا. و کی جرأت کردید و به همین جا قدم نهادید؟ فکر میکنم از خوردی تا نبود، یک تصادفی بود که شما رو به این راه آورد و نه وقتی که راستی که وقتی که من صنف 2 یا 3 میخوندم من صحنه مثلا حرفه‌ای رو در نظر دارم. در سال 2012 وقتی که من به دوشنبه اومدم بسیارتر باز حرکت میکردم که یگان نوگانی از آهنگ‌های نو پیروی با استاد سپهان سعید باشد که به دل مردم نزدیک باشد. بله. از 2012 اینجوری. واقعا خیلی کار ارزنده است که مثلا یک مکتب رو زنده نگه می‌داره در پیروی همین مکتب مثلا ترانه‌های دلنشین رو ایجاد میکنید. خب فیروز برای ما شعر میخونه؟ خوب باشد. یک چون شاعران همیشه دوست دارن که از اونها خواهش کنن که برایشون مثلا شعرهایشون رو قرائت کنن. چند پیش یک مجله رو وقتی ورق می‌زدم از یادداشت‌های یک نویسنده آگاه شدم و یک سخن بسیار عجیب نوشته بود که شاعران بهترین درس رو هنگام کودکی میگیرن. یعنی که بهترین دانشی که شاعر از خود میکند همون دنیای کودکی است، دنیای بچگی است و حیاتی که همون خاطره‌های زمان کودکی است. بله. پس من فکر کردم که در واقع همین سخن همین نویسنده تا یک اندازه جای خود را دارد، زیرا بهترین مثلا اثری که ما امروز می‌نویسیم یادداشت‌های زمان نورسی و کودکی خودش، بهترین شعری که مثلا ما ایجاد میکنیم همون خاطره ها است که رنگ میبخشند، خاطره های دیگر رو روشن میکنند و همین گونه. و من اینجا میخوام یک غزل رو برای بینندگان پیشنهاد بکنم. در دهه فقط حکمت از فیض سحر ماند،
дар деҳа фақат ҳикмате аз файзи саҳар монд, дигар ҳамаи ҳасрати мо дар паси дар монд. буд дарси нахустини ҳаёт навбати пода, асрори дигар хотираи аҳли назар монд. он духтари ҳамсоя ки буд ёри ҷавонӣ, хандида гузашт аз раҳу ҳамроҳи дигар монд. ҳаргаҳ биравам деҳа ки ёбам дили худро, ҳайфо ки фақат доғаке дар лахти ҷигар монд. он чашмаи садсола ки буд ваъдагаҳи мо, аз ғуссаи мо хушк шуд аз роҳи сафар монд. он тутаки ҳамсоя ки буд зеби маҳалла, чун хотираи қимате аз аҳли гузар монд. гӯям наравам деҳа ки дилсӯз надорам, дил мекунад афғон ки асрори дигар монд. як панҷаи хок ҳадияи ёрони азизам, аз духтару аз дилбару аз гӯри падар монд. дар воқеъ вобаста ба марҳилаҳои зиндагӣ, вобаста ба синну сол, ҳар вақте мо ба зодгоҳи худ бармегардем, ин пайи анамун хотираҳои рӯзҳои ба сар бурдаи худ бармегардем. ва он ҷо гаҳе дар ҳамон зери тутаки ҳамсо вақте ки ман мерам, ҳанӯз бачагии худро мебинам ки ба ҳамон мавсими тут пазӣ ба тутчинӣ машғул будам. вақте ки ягон кӯдаки ҳамсо ё ки фарзандони худро зери он тут мебинам, гон мекунам бачагии худам аст. ё ки вақте мебинам ки як ҷавоне масти дидори як духтари ҳамдеҳае аст, як ҳамсинфи худ аст, ҳамон ҷавониҳои худро ёд мекунам ва ҳамин гунаи дигар. ва гон мекунам на танҳо ман, балки ҳар як шахсе ки масалан як рӯзгоре дар деҳа зиндагӣ кардааст, ҳамеша вақте ба деҳа меравад ба хотири пайдо кардани як рӯзи рӯшани хотироти худ. ман намедонам хотира як нависандаро хондам, намедонам кадом аз нависанда буд. мегӯяд ки дар рӯбарӯи хонаи мо як кӯҳи сурхе буд ва он кӯҳи сурх аслан на дарахт дошт, на дол дошт, чизе надошт. ва ҳар вақте ки ман масалан ба он кӯҳ назар мекардам, фикр мекардам ки аз ҳама манзараи бад, аз ҳама як макони нохуш ҳамин кӯҳ аст. ва як замон мегӯяд вақте мо дар як озмун иштирок кардем ва аз мо хоҳиш карданд ки беҳтарин манзараи дунёро пеши назари худ биёреду тасвир кунед, беихтиёр ҳамун кӯҳ дар пеши назари ман падид омад. воқеан ҳамун ин ҳақиқат дорад, чун зиндагии инсон ба ҷое боз мегардад ки дар он ҷо ба воя расидааст, дар он ҷо оғоз шудааст. ва дар ҳақиқат воқеан дуруст гуфтед ки масалан гоҳе вақтҳо ман ҳам мехоҳам ки чизе бинависам, чизе тасвир кардан мехоҳам, беихтиёр ҳамон рӯстое ки ба воя расидам, ба дунё омадам, пеши назарам пайдо мешавад. ҳамон кӯчаҳои пур аз хокаш, ҳамон дарахтону ҳамон тепаву кӯҳҳое ки атрофи деҳаро фаро гирифтааст. ва ин чун ман фикр мекунам хотираҳои кӯдакон хеле қавӣ аст ва ҳар нақшу ҳар сангу ҳар масалан долу дарахте ки дар деҳа аст, дар ҳамон хотираи кӯдакии мо сабт мегардад ки ин ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад. агар мо кулли дунёро бигардем, шояд фаромӯш кунем, вале деҳаи худро наметавонем фаромӯш кунем. ва як мавзӯи бисёр фароғ ҳам ҳаст дар адабиёти навини мо, аз устод турсунзода, устод лоиқ, бозор собир, гулрухсор ва дар ҳамин сам устод бозор собир хеле дасти қавӣ доранд, хеле тасвирҳои зебо доранд. ҳамун қишлоқа ки ман бӯи чаподӣ дорад ки чӣ қадар маъруф аст, чӣ қадар воқеан. ҳамин гуна шеърҳо зиёд ҳастанд ки масалан сарчашмааш аз деҳа аст, сарчашмааш аз зодгоҳ аст. бале, рости гап, ман чанд шеъргуна дар ҳамин сабк навистам ва бачагиам дар канори деҳа монд, дар таги шаҳтути як ҳамсоя монд. бачагиам бо ҳама дору мадор дар китоби хотира чун соя монд. як сана аз рӯзгори бехудӣ чун аломат дар китоби доя монд. медавидам бесару по ҳар тараф, бесариҳо дар дили ҳамсоя монд. оҳ модар ҷустуҷӯмон менамуд, ҷустуҷӯяш зиндагиро ғоя монд. пас намеояд дигар он рӯзгор, дар дили ман қиматаш бепоя монд. меравам деҳа суроғи бачагӣ, бачагиям дар китоби доя монд.
نخستین سرچشمه‌ای که مثلا نوع ما رو ثبت میکنن همون کتاب دویه است که اونجا صنایع تولید و دیگر چیزا میمونن و گمان میکنم اگر ما خاطره های روزگار خود رو پیدا کنیم اولین چیز همون اشاره و ثبت دویه هست. خب ارکین باز چی برای ما اجرا میکنید؟ یک غزل دیگه از استود است. امروز علمم کرد که یک بار ننوشتی. که بار ننوشتی، بله. خب مرحمت. امروز علمم کرد که باره ننوشتی، گفتم به خدا دل بری خوبی و چیزیشتی. امروز علمم کرد که باره ننوشتی، گفتم به خدا دل بری خوبی و چیزیشتی. شرمت نبود این هدفی دوری نشینی، ما بر تو نیازم و تو با غیر نشینی. شرمت نبود این هدفی دوری نشینی، ما بر تو نیازم و تو با غیر نشینی. خانه و در هر نفسش بوی تو دارد، این سبز و گل نکهت از روی تو دارد. عالم چی زیباست ولی به تو خراب است، این لحظه اون به تو به عشق عذاب است. عالم چی زیباست ولی به تو خراب است، این لحظه اون به تو به عشق عذاب است. بیلی خود گشتم و برگشتم ببینم، از تو خبر نیست که با دیده بچینم. ما بیلی خود گشتم و برگشتم ببینم، از تو خبر نیست که با دیده بچینم. این است اگر پیشه دوست داری دنیا، ماهی به کجا دور شود از لبی دریا. این است مگر پیشه دوست داری دنیا، ماهی به کجا دور شود از لبی دریا. امروز علمم کرد که باره ننوشتی، گفتم به خدا دل بری خوبی و چیزیشتی. امروز علمم کرد که باره ننوشتی، گفتم به خدا دل بری خوبی و چیزیشتی. گفتم به خدا دل بری خوبی و چیزیشتی. تشکر زیاد، خسته نباشید. مجموعه دویمیش ما خطا نکنم تیرموی عشق است که فراگیری شعرهای لیریکی است و یکی از شعرهایی که من زیاد میپسندم. اینجا خب اگر پیدا کنم، خب نامه پیش از شب عروسی. خب اگر امین شعر رو برای ما بخوانید خیلی عالی می شود. سلامت باشید. در واقع برای هر یک شاعر صحیفه روزگارش، روزگار جوانیش یکی از مجموعه های زندگی او خواهند بود، زیرا درد افتادن و درد تنهایی و درد زندگی و دیگر پلوی هستند که مثلا شعر او را رنگ میدهند، به او یک توان تازه میبخشند و همون یک لحظه زندگی خود است که مثلا شعر می شود، یک درد است که شعر می شود، یک نگاه تازه است که مثلا شعر می شود و درد شما اگر که به درد دیگرها مانند باشد او شعر را خوب قبول میکنند، چون که درد همه است. و این شعری که شما گفتید این شعری شاید تاریخ یک 10-15 سال پیشین دارد و این شعر را من در شب تو یکی از دوستانم نوشته بودم و تقدیم کردم به اون شخصانی که مثلا در راه عشق ناکام شدند و نامش همین گونه گذاشتم، نامه پیش از شب عروسی، که این رمزی بود چون که
همان هنگام به همین نام یک کتاب خواندم. کتاب بسیار جالب بود که همین یک موضوع بسیار زیبا را داشت. خوب شعر همین گونه است. شعر در شکل شعر اوزان نوشته شده است. خوب شب عروسی رو هم میدونیم که برای یاری که ناکام شده است چقدر ارزش دارد، چقدر سوزش دارد، چقدر درد دارد. امشب میان شب‌های دنیایی شبی عالی است برای تو. شبی که غصه ها را خنده ها مغلوب می‌سازند. شبی شادی است برای تو. تو امشب از غم دنیا فراموشی. مبارک باد. مبارک باد هماغوشی در این دنیای مدهوشی. تو میدانی امشب وعده‌گاه خالی است. دیگر آن سنگ ها و سبزه ها هرگز به حال ما نمیگریند. دیگر آن عاشقان چون لیلی و مجنون برای همدیگر هرگز نمیمیرند. دیگر با بوسه شیرین تو آرامم نمیسازی. دیگر در بیت های شعر من هرگز نمینازی. تو امشب در بری دیگر کنار بستری گرمی، ولی من مثل یک پیکر کنار خانه سردم. تو امشب میانی خنده و شادی، ولی من کشوری دردم. تو امشب مست دنیای زیبخت خیش می نازی. حلالت باد. حلالت باد عزیزی دل با انسان عشق نوبازی. تو میدانی خدا را از برایت زاره می کردم که شاید آن من گردی. در این دنیای تنهایی تو شاید جان من گردی. ولی امروز دانستم که آن مرد کنار تو ز من بیشتر خدا گفته است. ز من پیشتر دعا گفته است. من امشب بار دیگر نامه هایت را بخوانم یک به یک، پس آن دهم برباد و زیر لب فغان سازان بگویم که عزیز دل چنین بگه مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد. عالی. سلام علیکم. یک صحنه بسیار آشنا است. یک صحنه گمان میکنم که اکثر ما این صحیفه را گذاشته ایم و البته نه همه به همه مؤثر می شود که مثلا درد خود را روی افشا کند، نالش خود را، سوزش خود را افشا کند، ولی یک لحظه بسیار زیبا برای من دست این مجموعه آخرین مجموعه شما سال 2011 شد. چرا؟ سلامت باشید. بله این سال 2011 بعد بود از این دیگر چیز چاپ نکرد. من بعد از سال 2011 سال 2012 به بخش ماجستراتور داخل شدم و یک راه نو رو برای خود انتخاب کردم که این راه علم بود و تا یک اندازه کارها و جستجوهای من مجرای نو بگرفتم. ولی باید گویم که من یک مجموعه تیار دارم با نام رنگ‌های تنهایی که آن را شادروان استاد گلنظر هنوز هنگام در قید حیات بودنشان خواندن و به من دعا دادن و پس از مرگ ایشان نیز یک مجموعه خردکک تقریبا 50-60 صفحه دیگر اومده هست. یعنی که این در جریان هست. من بله از دست ندادم و پیوسته بالای خود مشغول و یادآور میشم که چند دقیقه قبل همکار ما فیروزی عزیز عنوان علمی خود را نیز دفاع کرد. مبارک باشد. راجع به ژانر توک شو بود نه؟ بله. خب چند سال تحقیق شما در این سمت؟ راستی گپ من ژانر توک شو رو هنوز اگر دروغ نگم 10 سال پیش برای خودم انتخاب کرده بودم، چون که بسیار ژانر پرجوش و خروش و بسیار زیبا هست و در تلویزیون ها وقتی که ما میبینیم چقدر زیبا است، چقدر به نفع جامعه است، چقدر آدمان بسیار رو در خود دارد. ولی تحقیقی که من در راه علم بالای آن مشغول شدم 6 سال دوام کرد و در این مجرا برای من خدمت استادان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان به خصوص بختیار قطب‌الدینوف، سنگین گلوف و دیگران خیلی کلان است، چون که یک شخصی که در بخش تلویزیون فعالیت میکند با علم وارد شدنش بسیار مشکل است. راه علم، زبان علم، کار در علم بسیار مشکل است و من همون لحظه همون هنگام فهمیدم که مثلا استادان برای نوشتن یک مقاله چقدر زحمت میکشند، برای انتخاب یک کار علمی چقدر زحمت میکشند و باور کنید یک راهی است که پر از زحمت، پر از تلاش، یک راهی است که بسیار دور است از بخشی که مثلا ما عملی فعالیت میکنیم. آنجا تحقیق است، آنجا کتاب‌های بسیار هستند، سرچشمه‌ها هستند. بله واقعا خسته نباشید. تشکر زیاد که امروز در برنامه فضا ما را همراهی کردید. از صحبت و از
همنشینی با شما امروز خیلی شاد شدم، خاصتا در این برنامه که ما پهلوی دیگری فعالیت شما رو مثلا برای بیننده و برای مخلصان شما باز کردیم و خسته نباشد که همیشه قلم شما سلط باشد، همیشه الهام ایجادی شما بلند پرواز باشد و شما هم سپاس به شما نیست ارکین اودینایف که امروز در این برنامه با آهنگ‌های جذاب رنگ دیگر بخشیدید. در انتها چی پیشنهاد می شود؟ در انتها یک سرودی مادر است، متنی فیروز عزیز است. بله. عالی می شود. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. به شما روزگاری خوش و تن صحت تمنا داریم و با این ترانه دلنشین برنامه ما به اتمام می رسد. سلامت باشید. شکرانه هر نگاهی گرمت آچه، شکرانه هر صدای نرمت آچه، آچه آچه یا توان جانم آچه، نوری سر و مهری خواه ندانم آچه، آچه آچه یا توانی جانم آچه، نوری سر و مهری خواه ندانم آچه یا میرم به سفر دیلم کشال است آچه، چشمی تو بره دیلم ملال است آچه، میرم به سفر دیلم کشال است آچه، چشمی تو بره دیلم ملال است آچه، در وقتی دعا پنجه‌ای دستاد لرزی، دنیا به محبتی طلال است آچه، در وقتی دعا پنجه‌ای دستاد لرزی، دنیا به محبتی طلال است آچه. دارم سفر و دیلم کباب است آچه، دانم که نگاهی تو پراب است آچه، دارم سفر و دیلم کباب است آچه، دانم که نگاهی تو پراب است آچه، از ده بشر آورم مهری تو را، این شهری کلان به تو خراب است آچه، از ده بشر آورم مهری تو را، این شهری کلان به تو خراب است آچه، شکرانه هر نگاهی گرمت آچه، شکرانه هر صدای نرمت آچه، آچه آچه یا توانی جانم آچه، نوری سر و مهری خاندانم آچه، نوری سر و مهری خان ندانم آچه.